سلام، من سما هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز اومدم با یه آموزش دیگه، یه آموزش خیلی جذاب پر از نکته که مطمئنم که همه نکاتش به دردتون میخوره. فرم دادن گوشه های کیف های مربع و مستطیل رو با نکته به نکته داخل آموزش بهتون گفتم. این کیف فوق العاده جذابه، کیف بزرگیه و من از رافیه تابیده استفاده کردم. ابعادش رو بهتون بگم. قبل از اندازه ها بهتون بگم که من از رافیه تابیده استفاده کردم. شما میتونید از رافیه نواری هم استفاده کنید. از مکرومه 2 سوزنه هم میتونید استفاده کنید. قلاب من قلاب شماره 3.5 بود و اندازه ها هم بهتون بگم. اندازه از بالای کیف تا این قسمت 37، از این سمت تا اینجا هم حدوداً 40 سانته، 40.5. بریم که با هم دیگه ببافیمش. حالا قبل از اینکه بریم ببافیمش، اگه تو الان کانال رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، این ویدیو رو لایک کن و اگه دوست هنرمندی داره که کار قلابافی انجام میده، این آموزش رو براش بفرست. میدونم که بهش نیاز داره. خب بریم با هم دیگه که ببافیمش. خب همونطور که میدونین برای جلو و عقب کیف 2 مربع باید ببافیم که من یکیشو بافتم، یکیشو با هم دیگه میبافیم. برای بافتش به 4 نشانگر نیاز داریم. اگه مبتدی هستین حتما از نشانگر استفاده کنید که گوشه ها رو گم نکنید. خب قلابم قلاب شماره 3.5. یه دونه حلقه جادویی میزنم، نخو میزنم داخل دستم به این صورت. قلابو میبرم این زیر، نخ میکشم داخل. خب الان داخل حلقم باید 8 پایه کوتاه بزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 پایه کوتاه زدم. اینو جمع میکنم. خب وقتی جمع کردم یه ذره با دست صافش میکنم. اینو یه ذره آزاد میکنم، میرم داخل این دونه اول. این نخو که ول کرده بودم میکشم داخل به این صورت. ببینید. خب الان اینجا رو نگاه کنید. ببینید این قسمت جایی که نخو از داخلش کشیدم بیرون یه گندمیه. روی لوپ اول نه، لوپ پشتی میرم داخل و یه دونه نخ میارم بیرون به این صورت. از این دو با هم رد میکنم. همینجا زیر این پایه اینجا میرم داخل، همینجا یه پایه کوتاه و دومین پایه کوتاه هم میزنم و نشانگرم رو میزنم روی دونه اول. این دونه اولیه.
به این صورت. خب اینجا تو این یکی یه دونه پایه کوتاه میزنم. این نخم میارم رو قلاب که جمع بشه. توی این پایه بعدی 3 تا پایه کوتاه میزنم. 1 2 و 3 و نشانگرم رو میذارم رو دونه وسطی. اینجا 3 تاست رو دونه وسطی. بعدی رم تکی میبافم. خب این یه دونه رو که تک بافتم رو این دونه بعدی 3 تا پایه کوتاه میزنم. 1 2 و 3 و نشانگرم میذارم رو دونه 1 2 3 رو وسطی. بعدی رم دوباره ببینین تک میبافم. رو این دونه بعدی 3 تایی. 1 2 و اینم سومی و نشانگرم رو میذارم رو دونه وسطی. خب اینجا یه دونه مونده، به صورت تک میبافمش. خب ببینید اینجا الان اون دونه ای بود که از داخل بافت لوپ پشتی رد کردم، حکم یه دونه رو داره. این دومی 2 تا اینجا بافتم که شد با این 3 تا. اینو در میارم، میرم داخل این پایه، ببینید نخ میکشم داخل، از این یکی رد میکنم. ببینید اینجا رو نگاه کنید، دوباره یه حالت 2 تا لوپیه. لوپ جلو نه، لوپ پشتی میرم داخل، یه نخ میکشم تو، 2 تا الان رو قلابه، از این 2 تا رد میکنم، اینجا میرم زیر پایه، 2 تا لوپ رو با هم میگیرم، میرم این زیر. 1 همینجا دوباره یکی دیگه 2 و نشانگرم رو میذارم رو دونه وسطی. اینجا 1 2 3 تا پایه تک دارم که ببافم تا برسم به نشانگر. 2 و اینم 3. این نشانگر رو در میارم، اینجا 3 تا پایه کوتاه میزنم. 1 2 3 و نشانگر رو میذارم رو دونه وسطی. توجه کنید تو گوشه ها این 3 تا دونه پایه کوتاه تکرار میشه و نشانگر همیشه رو دونه وسطی قرار میگیره. یه 3 تا تکی دارم. 1 2 3 دوباره نشانگرم روش 3 تا پایه کوتاه میزنم. 1 2 و 3 نشانگر رو میذارم رو دونه وسطی. دوباره 3 تا تک دارم. 1 2 3 1 2 و اینم سومی. دوباره نشانگرم رو در میارم، 3 تا پایه کوتاه میزنم همینجا. 1 2 3 نشانگر رو میذارم رو دونه وسطی. اینجا 3 تا پایه دارم، ببینید
1 2 3. یک، دو. توجه کنید ببینید اینجا من این کار رو چرا میکنم. ببینید اینجا من الان رو این دونه میبافم. خب میشه سومی. خب الان ببینید من وقتی میرم داخل اینجا نخ میکشم داخل، از این رد میکنم، میرم رو لوپ پشتی، اینجا یه دونه تشکیل میشه. ببینید یه دونه حلقه درست میشه که روش باید تو هر رج ببافیم. این پایه اولم، میرم زیر پایه، پایه دوم، زیر پایه، پایه سوم و نشانگر رو میذارم رو دونه وسطی. دوباره اینجا رو ببینید 1 2 3 4 5 تا تک دارم. 1 2 3 4 و اینم پنجمی. و دوباره اینو در میارم. 1 2 3. نشانگر میره رو دونه وسطی. دوباره 1 2 3 4 5. این دوتا گوشه رو ببافم من، چون بهتون گفتم دیگه الان رو اینجا 3 تا تک میزنم، 5 تا 3 تا پایه رو این دونه نشانگر، 5 تا تک، 3 تا اینجا تا برسم اینجا. خب روی این دوتا گوشه بافتم. اینجا ببینید 1 2 3 4 5 تا برای من تک باقی مونده. 3 4. این بس نیست، اینو باید ببافینید، پایه است. چرا؟ چون ما هر بار میریم رو دونه وسطی نخ میکشیم بیرون و اتصال میدیم. به این صورت وقتی میریم داخلش ببینیم نخو میکشیم بیرون، از این رد میکنیم، اینجا این پایه‌ای که این زیر روش بافته میشه اینجا تشکیل میشه به این صورت. ببینید پس حواستون باشه. اینو میبرم داخل، میکشم بیرون، از این دوتا این پایه اولم میرم زیر پایه 1، دوباره زیر پایه 2، الان شد اینجا 3 تا پایه. چرا این کارو من دارم میکنم؟ چون من نمیخوام تو این قسمت خط بست داشته باشم. خب الان شد تکیام 1 2 3 4 5 6 7. پس هر رج تو این گوشه ها تو این قسمت وسط 2 تا اضافه میشه، چون اینجا 3 تا میزنیم رو دونه وسطش بافته میشه، این یه دونه به این ضلع اضافه میشه. پس الان اینجا که 7 تاست، رج بعد میشه 9 تا، رج بعد میشه بعدش 11 تا، بعد 13 تا، بعد 15 تا و اینو هی ادامه میدیم تا 17 رج من میخوام ببافم به این صورت تا انتها. خب من اینو دور تا دور میبافم، دوباره برسم اینجا یه بار دیگه اتصال رو بهتون بگم، بعد دیگه خودتون میتونید ببافید. من هر 4 گوشم رو بافتم، دوباره رسیدم به اینجا. اینجا رو ببینید گفتم که اینجا این قسمت روی این باید ببافیم. میرم داخل، دونه آخر رو میزنم، ببینید 1 2 3 4 5 6 7. ببینید این 3 تا که حساب نمیشن چون الان بافتمشون، 7 تا تک داشتم. 1 2 3 4 5 6 7. اگه میبینید اشتباه میکنید هر ضلع بشمارین تعداد تکا از 3 5 7 9 11 13
اینا رو در نظر داشته باشید. دوباره رسیدم اینجا، گفتم که چرا این کار رو میکردم، رو این میبافتم که میام داخل این بستم و میزنم، اینجا یه دونه تشکیل میشه، یعنی این دونه زیری میره این زیر، چون میره این زیر من این کار رو انجام میدم که اینجا یه گندمی تشکیل بشه. دوباره میرم این دوتا لوپو که گفتم بهتون، میرم زیر لوپ پشتی یه نخ میارم داخل، از این رد میکنم، بعد میرم زیر پایه، یعنی جفتشون رو با هم میگیرم، 1 2 و نشانگر رو میذارم رو این. الان این یه دونه است، 2 3 میرم داخل این نشانگرم و وسطی میذارم اینجا و ادامه. الان من چند رج بافتم؟ 1 2 3 4 5 رج بافتم. 12 رج دیگه میبافم و برمیگردم. خب همونطوری که میبینین من این دوتا رو بافتم، چون گفتم دوتا نیاز داشتیم. اینو دورگیریش کردم. الان میخوام بهتون نشون بدم که چجوری دورگیری کردم. اینی که بافتم الان 17 رجه که شده 22 سانت. خب اینم با دورگیری ببینین که 17 رج بافتم، 22 تا اینجا، 1 2 3 4 5 رج دیگه باید بافته بشه که میشه 22 رج. این بعد بافته این 5 رج شده 29. خب برای بافته این 5 رج ادامه و تمام کردن این دوتا مربعی که برای جلو و پشت کیف نیاز داریم. خب الان میخوایم که این قسمت 5 تا رج رو ببافیم. این رج رو میخوایم ببافیم. خب میام اینجا دونه آخرم رو زدم، میرم زیر این. ببینید اینجا این ستاییه بود که یکیش میره زیر این قسمت، اینجا اون حلقه که گفتم درست میشه دونه آخر. میرم زیر گندمی همون جوری که یادتون دادم، یه بست میزنم، میرم اینجا 2 تا لوپ داریم. خب میرم زیر لوپ پشتی یه نخ میکشم بیرون، از این دوتا رد میکنم. این حکمه یه دونه پای کوتاهمونو داشت، یه زنجیره میزنم. الان این حکمه یه دونه پایه متوسطو داره، 2 تا زنجیره برای فاصله میزنم، نخ روی قلاب، میرم همینجا زیر همین گندمی، اینجا نخ میکشم بیرون و یه دونه پایه متوسط میزنم، یعنی از این 3 تا هر 3 با هم رد میکنم به این صورت. یه دونه زنجیره میزنم، دونه بعدی رو نمیبافم، میرم سراغ دونه بعدی، زیر گندمی، نخ روی قلاب، زیر گندمی و یه دونه پایه متوسط میزنم. دوباره اینم نشانگرمون رو اگه گم میکنید، اینجا یه پایه کوتاه یه زنجیره زدم، میزنم زیر این، داخل این زنجیره، این 2 تا زنجیره بالا هم فاصل است. تو گوشه ها باید 2 تا زنجیره باشه که گوشه هامون جمع نشه. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، این یکی رو رد میکنم، میرم داخل بعدی، اینجا نه اینجا، یه دونه پایه متوسط میزنم، دوباره یه زنجیره، نخ رو قلاب، اینو رد میکنم، میرم اینجا، یه دونه پایه متوسط، دوباره یه زنجیره میزنم، نخ رو قلاب، اینو نمیبافم، میرم اینجا، یه دونه پایه متوسط، یه زنجیر، اینو رد میکنم، نمیبافم، میرم اینجا، یه زنجیر. اینو تا اینجا انجام میدم. بیام بگم این گوشه‌رم چجوری انجام بدید. 2 تا گوشه بعدی دیگه به همین صورت. خب
ببینید اینجا این قسمت که رسیدم، این یه دونه رو نمی بافم، اینجا زنجیرم رو زدم، اینو نمی بافم، میرم این قسمت یه زنجیره میزنم. ببینید اینجا اون ستاییه که بافتیم نشانگر رو میذاشتیم رو دونه یه وسطی، این یکی بافته نمیشه، میرم داخل اینجایی که نشانگر بود نخل و قلاب، یه پای متوسط میزنم، 1 2 چون گوشه است نخل و قلاب، دوباره همینجا میرم داخل همین پایه و یه پایه متوسط میزنم. این نشانگرم میذارم که بعدم بهش نیاز دارم. من این نشانگره رو میذارم برای کسای مبتدی هن. اگه مبتدی هستین حتما رعایت کنید که گم نکنید. یه زنجیره، این یکی رو نمی بافم، میرم اینجا، یه زنجیره، اینو نمی بافم، این نه، اینجا یه زنجیره، این بافته نمیشه، میرم سراغ بیس. خب اینو تا این گوشه هم انجام بدم، اینجا هم بهتون بگم یه بار دیگه. خب ببینید من دوباره به این گوشه رسیدم، اینو نمی بافم، میرم اینجا. خب اینجایی که نشانگر هست زنجیرم رو بزنم. ببین اینجایی که نشانگر همون ستاییه که گوشه بافته بودیم که رو دونه یه وسطیه درش میارم، زنجیرم رو زدم، نخل و قلاب، میرم داخل این دونه وسطی همون جایی که نشانگر بود، یه پای متوسط، 1 2 تا زنجیره در گوشه ها، 2 تا زنجیره میزنیم، نخل و قلاب، دوباره تو همین قسمت همینجا همین پای وسطی یه پایه متوسط دیگه میزنم. من بذارم داخلش که نیاز دارم بعدم بهش. یه زنجیره، اینو نمی بافم، میرم این نمی بافم، میرم سراغ این یکی، دوباره همینو تکرار میکنم تا برسم به گوشه بعدی. گوشه بعدی رو به همین صورت می بافیم. اینجا رو من اینو دیگه نشونتون نمیدم چون دوتاشو گفتم دیگه یاد گرفتین تا برسم به اینجا. خب این طرفم بافتم، اینجا رسیدم انتهای رجم، اینو نمی بافم، اینجا یه دونه پایه متوسط، یه زنجیره. ببینید الان اینجا این یه دونه مونده، این همونیه که بست می زدیم که گفتم یه دونه حساب میشه چون میفته رو این دونه پایینی. خب اینو اینجا یه پای کوتاه یه زنجیره بود، داخل زنجیره میرم داخل، یه بست میزنم. خب اینجا که بستم و زدم از این قسمت ببینید اینجا 2 تا زنجیرمون هست، 2 تا لوپ داره، میرم تو لوپ پشتی یه نخ میکشم بیرون، یه پای کوتاه میزنم، اینجا داخل این فضا یه پای کوتاه دیگه میزنم. الان این شد 2 تا پای کوتاه. نشانگرم میذارم رو دونه اولی نه دومی، کنارش 2 تا دیگه پایه کوتاه میزنم، 1 و 2. خب الان ما طبعا باید روی این یه پایه متوسطه یه پایه کوتاه میزنیم دیگه. من رو اینا پایه نمیزنم، داخل فضاها میزنم. یعنی الان اینجا که 4 تا پایه شد همون ستای مال گوشه است، ولی این یه دونه مال روی این پایه است. میرم داخل این فضا 2 تا پایه کوتاه میزنم دیگه، روی این نمی بافم، میرم داخل فضا 2 تا پایه کوتاه میزنم. یعنی اینجا دیگه یه پایه بود و یه زنجیره، روی پایه نمی بافم، داخل زنجیره 2 تا پایه کوتاه میزنم. جوری باعث میشه که کار من مرتب تر باشه. توی فضاها، تو این فضاها 2 تا پایه کوتاه میزنم.
این صورت تا برسم به این گوشه. اینجا به گوشه رسیدم. ببینید این فضا مونده توش. 2 تا پایه کوتاه میزنم، 1 و 2. گفتم که 2 تا، 1 برای زنجیر است، 1 برای پایه. الان تو گوشه ببینید به این شکله. اینو در میارم، یه دونه پایه کوتاه، 1 دیگه نشانگر رو میذارم روی دومی. یعنی 1 2 تا نشانگر رو دومیه. کنارش 2 تا دیگه پایه کوتاه میزنم، 1 که اینجا میشه همون 3 تا که رو دونه وسطی نشانگر زدیم. این پایه کوتاهی که میزنم 4می برای این پایه است. دوباره میرم داخل فضاها، 1 2 تا پایه کوتاه میزنم. تا اینجا برسم. اینجا هم همین کارو میکنم دیگه. 4 تا پایه میزنم، نشانگرم رو دونه اول نه دومی میذارم. این طرفم به همین صورت تا برسم به اینجا. خب به انتهای این رج رسیدم. اینجا تو این فضا 2 تا پایه مونده بزنم، 1 و اینم 2. خب همون جوری که بهتون گفتم، این که یه دونه مونه، الان روشون حلقه میاد که حکم پایه رو داره. ببینید میرم داخل مثل قبلا که بهتون گفتم، یه بست میزنم که اینجا ببینید به این صورت یه حلقه ایجاد شد که حکم یه پایه رو داره. این کار رو برای این میکردیم که ببینید اینجا دیگه ما خط اتصال نداریم. خب مثل قبلا که بهتون گفتم، میرم تو این 2 تا لوپ لوپ پشتی یه نخ میکشم بیرون. این شد یه پایه کوتاه. داخل همینجا زیرش دقیقا مثل قبلا یه پایه که نشانگر رو میذارم روش، میشه پایه وسطی و دوباره 1 دیگه همینجا دقیقا تو همین نقطه میزنم به این صورت. این شد 3. حالا رو تک تک پایه ها پایه کوتاه میزنم. این نور من باز خراب شد، عذر میخوام. دوباره میرم تو تک تک پایه ها به این صورت شروع میکنم به پایه کوتاه زدن. تا برسم به این نشانگرم. خب اینو دیگه تکرار نمی کنم چون خیلی دیگه تکراریه. خیلی تو رجای قبلی توضیح دادم. همین جایی که نشانگر هست گفتم که اینجا 4 تا پایه است. رو اولین رو دومی نشانگر گذاشتیم. این میشه 1 2 3 تا پایه گوشه. اینم که گفتم مربوط به این پایه زیری. کاری نداشته باشین. اگه نشانگر گذاشته باشید مشکلی نخواهید داشت. ولی اگه نشانگرم نداشتین، اینجا 4 تا پایه است که روی پایه اول نه رو دومی باید 3 تا پایه کوتاه بزنید، نشانگر رو دونه وسطی بذارید و گوشه های این ورم به همین صورت، اینجا به همین صورت و دوباره اتصال، همون اتصالیه که تو رجای قبلی اینجا بهتون گفتم، هیچ فرقی نمیکنه. الان اینجا من این رج رو ببافم کامل، 3 رج دیگه باید ببافم که این پایه کوتاه بشه 4 رج مثل اینجا به این صورت. و من در آخر بردم بخار دادم اینو. شما یه بخار قشنگ بهش بدین که قشنگ و مرتب بشه که بیایم دور کیفو ببافیم. خب ببینید من اینو تا اینجا بافتم. 2 تا دونه مونده. این 1، اینم آخری. اینجا نخم رو قطع کردم. اینو میکشم بیرون.
جای اتصال من رو این دونه وسطی اینو میزنم سر سوزن و اینو در میارم، میرم داخل این دونه‌ای که نشانگر روش بود به این صورت. بعد بر میگردم از پشت اینو جمع میکنم و از بین بافتم ردش میکنم. خب حالا اینو قشنگ از بین بافت باید رد کنم. خب اینو من باید بخار بدم، اینم اون یکی. خب اینا رو اگه چند درجه دیگه هم ادامه بدین میتونید قشنگ مثلا به جای رومیزی هم میشه ازش استفاده کرد. مثلا بیاین الان بعد این 4 درجه اینو تکرار کنید، بعد دوباره 4 درجه دیگه تکرار کنید، دوباره اینو تکرار کنید تا هر سایزی که دلتون میخواد برای روی میزی، برای روی عسلی خیلی قشنگ میشه. خب اینو باید بخار بدم. الان میخوایم برای دور کیف یه دونه مستطیل اینجوری ببافیم. خب بریم که بافتنش رو شروع کنیم. نخمو میارم، من چند رجش رو بهتون میگم و بهتون میگم که چند رج ببافید و بعد بریم برای اتصال. خب یه دونه گره میزنم و 1 2 3 4 5 6 و 20 تا زنجیره زدم به این صورت. یه دونه زنجیرم اضافه میزنم برای ارتفاع بافتم. اینو برمیگردونم رو این حلقه های پشتی، رو اولی نه روی دومی. شروع میکنم به پای کوتاه زدن. به این صورت تا این دونه آخر. خب اینجا تا انتها بافتم، این دونه آخرم ببافم. خب الان چند تا پایه؟ این ذره با دست صاف کنید. الان 20 تا پایه دارم. یه دونه زنجیره میزنم، بافت رو بر میگردونم همینجا رو این دونه اول اینجا. اگه اینو نبافین بافتتون یه مستطیل قشنگ و اینکه لبه هاش صاف بشه در نمیاد. روی هر کدوم از اینا زیر این گندمی ها میرم و شروع میکنم به بافتن زیر این گندمی اینجا تا برسم به این سمت. خب رسیدم انتهای رج. این دونه آخرم یادتون نره، این دونه آخر یه ذره سخت، این شکلی میبافید، یه زنجیره میزنید، دوباره بافتو برمیگردونید، دوباره تو همین دونه اول یه پای کوتاه، روی بقیه به همین ترتیب شروع میکنین به پای کوتاه. اینو تا اینجا ادامه میدین، دوباره همین کاری که اینجا کردین، یه زنجیره بافت و برمیگردین رو دونه اول میبافیم. به همین ترتیب من 120 رج بافتم به این صورت. ببینید اینو بافتم به این شکل.
تا اینجا بافتم، اینو قطع میکنم، برقش رو قطع کردم و جوری میکشمش بیرون و فعلا ولش میکنیم. بریم برای اتصال. خب بریم برای اتصال این قسمت بغل به این دو تا تیکه‌ای که داریم. این من اومدم، ببینید اینجا مگه 3 تا پایه نداشتیم، من رو دونه وسطی هاشون نشانگر گذاشتم. ببینید اینجا 3 تا تو گوشه ها داشتیم، 1 2 3 رو دونه وسط نشانگر گذاشتم. خب میام چیکار میکنم؟ یه دونه سوزن تریکو نخ رافیامو بهش وصل کردم و شروع میکنم به دوختن. این قسمت پشت کار منه، این قسمت روی کار منه. اینم پشت و روش که فرقی نداره. ببینید ما برای دوختن اینجا رو نگاه کنید، ما یه گندمی داریم، یه لوپ پشتی داره و یه حلقه پشت کاره. ما هر دو تای این حلقه ها رو با هم میگیریم. یعنی چی؟ یعنی به این صورت، این حلقه پشتی و این لوپ پشتی کارم. خب از اینجایی که نشانگر رو زدم میرم داخل، هم حلقه پشتی هم لوپ پشتی و اینجا هم ببینین این بغلا، هر کدوم از این رجا بغلش یه حالت دوتایی داره، هر دوتا رو باید با هم بگیریم. اینجا رو نگاه کنید، به این صورت میرم داخل، اینو اضافهش رو نگه میدارم، بعدم میره داخل بافت. یه دور دیگه اینو محکم میکنم، دونه اولی باید محکم باشه که باز نشه، به این صورت. خب الان توجه کنید، ببینید گفتم که این دوتا حلقه، و من اینو روشن کنم، ببینید دوتا حلقه هست، 1 2. میرم داخل، اینجا هم این دوتا رو با هم میگیرم به این صورت. شروع میکنم به دوختن. دوباره این دوتا حلقه اینجا ببینید، این دوتا رو با هم میگیرم به این صورت. دوباره این دوتا حلقه و اینجا این دوتا این به این صورت در میاد. اینو من تا اینجا ادامه بدم، بیام بگم این گوشه رو چیکار کنیم. میخوایم یه کاری کنیم که این گوشه های ما به صورت اینجوری تیز وای نسته، میخوایم یه حالت گردی داشته باشه. خب ببینید به این گوشه رسیدم. این گوشه که گفتم 3 تا دونه داره، این دونه اول، دومی که روش نشانگر گذاشتم وسطی، اینم دونه سوم. خب الان چیکار میکنیم که این گوشه ما حالت هلال داشته باشه؟ تا اینجا من 22 رج از بغل کیفمو استفاده کردم. اینجا یه نشانگر 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42. یعنی تا اینجا من 42 تا 42 رج رو اتصال دارم. خب الان این دونه های ستایی، دونه اول رو ببینید، میرم داخل، دو تا حلقه ای که گفتم با هم نگه میداریم به این صورت. من یه ذره اینو روشن کنم.
این دوتا حلقه رو با هم سوزن میره داخل، این قسمت اتصال میده. خب الان دیگه نمیرم سراغ دونه وسطی، دوباره از همینجا از این دونه میرم داخل، اینجا میرم دونه بعدی. به این صورت دوباره نمیرم دونه بعدی، از همینجا میرم داخل، میرم سراغ دونه اینوری بعدیش. به این صورت یعنی چی؟ یعنی یک دونه از این ور، 3 تا از این ور. این نشانگرم رو در میارم، برای اینم به همین صورت، دونه بعدشم به همین صورت. این 3 تای اینجا هر کدوم با 3 تا از این ور اتصال پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی 9 تا. یعنی به این صورت که ببینید الان اینجا من بعد این 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یعنی اینجا من باید نشانگرم رو بذارم. 9 تا از اینجا من باید استفاده کنم از این رجا. به این صورت که اینو میبرم داخل، اینجا میرم سراغ این دونه بعدی، میرم سراغ این دونه بعدی. این اولی، دوباره برمیگردم همینجا، یعنی دونه وسطی، میرم سراغ دونه بعدی. گفتم که اینجا باید دوتا رو با هم بگیریم، دوتا لوپ. به این صورت. دومی و دوباره همینجا میرم دونه بعدی، یعنی یه دونه از این ور، 3 تا از این ور، برای این 3 تای گوشه. خب الان اینم دونه سوم منه، با 3 تا از این وریا باید اتصال بدم. این اولی، دوباره همین دونه دومه، این و دوباره همینجا همین دونه میرم سراغ سوم. این شد 3 تا از این ور، 9 تا از این ور. برای چی این کارو کردم؟ که این گوشه من حالت هلال بگیره. به این صورت ببینید، اگه این کارو نکنم اینجا تیز وای میسته. خب الان دوباره ادامه بافتم، یعنی همون جوری که انجام میدادم. یه دونه از این ور، یه دونه از این ور، تا دوباره برسم به اون سمت. اینو ببافم تا بدوزم تا اینجا. خب ببینید اینجا دوباره به این 3 تای گوشه رسیدم. گفتم که چی کار میکنیم؟ این یه دونه این ور وصل میشه به اینجا. اینجام تا اونجایی که من علامت زدم، این طرف تعداد رجام و این ور علامت زدم. خب این یکی، دوباره همین دونه اینجا، یکی دیگه از این ور. گفتم که 3 تا از این ور باید نگه داریم. دوباره اینجا یه دونه دیگه از این ور. به این صورت.
اینو در میارم. از اینجا باید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا اینجا من خب میرم سراغ دونه وسطی. دونه وسطی هم به همین صورت 3 تا از این. دوباره دونه وسطی یکی دیگه از این سمت. دونه وسطی یکی دیگه. هم دونه آخر سومین دونه میشه این و اینجا هم 3 تا اتصال دارم. به این صورت ادامه میدم تا اینجا. اینجا هم کم داره، باید بیام اضافه کنم بهش. خب ببینید من تا اینجا این اتصال دادم. الان اینجا من تعداد اینو شمردم، من 21 رج اینجا از این کم دارم. چیکار میکنم؟ میام 21 رجم رو اضافه میکنم. چجوری؟ از اینجا یه گره میزنم و اینو میبرم تو دونه اول، یه نخ میکشم داخل، این دوتا رو با هم یکی میکنم. این شد یه دونه پایه کوتاه. این هم میارم داخل بافتم. شروع میکنم رو تک تک اینا پایه کوتاه زدن، مثل همونی که بهتون یاد دادم. شروع میکنم به بافت به این صورت تا این سر. دوباره اینجا یه زنجیره میدم همونجوری که بهتون یاد دادم. من 21 رج رو ببافم. اینجا رم همونجوری نخ میارم همونجوری که اینجا بهتون گفتم اضافه میکنم. اینو میدوزم تا بالا. خب همونطوری که میبینید این سمت رو دوختم به این شکل. الان برای دوخت اون سمت حواستون باشه که اینو باید برعکس کنیم به این صورت، یعنی قسمت روی کار داخل باشه، اینم قسمت رو به این صورت و بازم به همین صورت که یادتون دادم. اینم دور تا دور میدوزیم به این دیگه. اینو یادتون دادم برم بدوزمش. بیایم برای بافت لبه کارمون. خب همونطوری که میبینید من این سمتم وصل کردم. الان بریم به بالای کیفمون رو ببافیم. چجوری این کارو میکنیم؟ یه نخ میارم، یه دونه گره میزنم به این صورت، درش نمیارم، نگه میدم. میام قسمت بغل کیفم از وسط، هر جا حالا وسط کیف اینجا وسط باشه بهتره، میرم داخل یه نخ میکشم داخل، یه دونه پای کوتاه میزنم. شروع میکنم اینجا پای کوتاه زدن، اینجا که رسیدم ببینید این دوتا رو یکی میکنم. پس اینو باز میکنم. چرا؟ میخوام اینجا یه ذره جمع بشه. از اینجا میرم داخل، یه نخ میکشم تو، اینم میرم داخل، یه نخ میارم بیرون، از هر سه با هم رد میکنم. اینو دیگه نمی بافم، جایی که وسط کیف اتصاله به بافمش این وسط گود میشه. اینو نمی بافم. میام اینجا ببینین این تیکه رو، این دونه اینجا رو اینو
میکشم بیرون نخو، این یکی هم همینطور و به این صورت. بعد شروع میکنم رو تک تک اینا پایه کوتاه زدن تا برسم به اون یکی نشانگر. خب ببینید به این گوشه رسیدم، میرم داخل این یکی نخ میکشم بیرون نگه میدارم، اینم همینطور از هر سه رد میکنم. اینو در میارم، اینجا رو دیگه این وسط رو نمی بافم، میرم سراغ این دونه این ور، میرم این زیر یه نخ میکشم بیرون، بعدی هم همینطور داخل این یه نخ میارم بیرون و بعدی از هر سه با هم رد میکنم و شروع میکنم دوباره روی تک تکشون پایه کوتاه زدن تا این یکی و اون یکی هم به همین صورت انجام میدم. خب من تا انتها بافتم، این دونه آخرم هم ببافم. خب اینجا برای بست دادن ببینید رو این یه دونه من بست نمیزنم، چون اگه بست بزنم ببینید اینجوری اینجا حالت بدی پیدا میکنه. میام چیکار میکنم؟ میرم رو این دونه بعدی یه بست میزنم، اینجا یه حلقه تشکیل میشه که حکم پایه اول منو داره و روش یه دونه نشانگر میزنم. اینجا یه زنجیره میزنم، همینجا میرم داخل یه نخ میارم تو و یه دونه پایه کوتاه میزنم و شروع میکنم دوباره رو تک تکشون پایه کوتاه زدن تا دوباره برسم به این نشانگر دور تا دور. ببینید رو همشون یکی یه دونه پایه کوتاه میزنم. خب دوباره رسیدم به انتهای رجم. اینو در میارم، روش یه دونه پایه میزنم، بعد دوباره میرم داخل این و نشانگرم میذارم اینجا و شروع زنجیره میزنم، همینجا یه دونه پایه کوتاه میزنم، این نخ باید قطع کنم. یه زنجیره میزنم، برای زیبایی میخوام مثل اینجا یه حالت مشبک درست کنم که اینجا با پایه متوسط بود، اینجا با پایه کوتاه. یه دونه زنجیره میزنم، یکی رو رد میکنم، میرم توی اینجا یه پایه کوتاه، یه زنجیره، اینو رد میکنم میرم اینجا، یه زنجیره، اینو رد میکنم میرم اینجا و تا انتها اینو انجام. خب ببینید به انتهای رجم رسیدم، اینجا این یه دونه مونده، اینو دیگه نمی بافم. خب میخوایم ببینیم اینجوری میخوایم ببافیم. ببینید میخوام داخل گندمی، اینو ببینید میخوام داخل گندمی ببافم. میرم داخل گندمی یه بست میزنم، یه زنجیره، یه دونه پایه کوتاه، یه پایه کوتاه دیگه همینجا به این صورت و نشانگرم رو میذارم رو این قسمت دونه اولیش و شروع میکنم دیگه. زنجیره نمیخواد داخل، اینو برای زیبایی انجام میدم، شما میتونین انجام ندین و همینطوری پایه کوتاه ساده بزنین. این داخل میرم، یعنی کل رجا رو دوباره داخل این یکی گندمی، یک دو، دوباره تا انتهای رجم به این صورت. خب ببینید من تا دونه آخرم من بافتم به این صورت. الان اینجا این نخو قطع کردم، میکشم بیرون،
اینو میزنم به سوزن. خب زدم سر سوزن. این جایی که نشانگر هست نه، میرم روی دومی. اینجا نشانگر بود، میرم داخل این دومی، نخو میکشم داخل، ببینید، و بعد برمیگردم از داخل این که میره زیر، نه این یکی، میرم داخل به این صورت. و از بین بافتم رد میکنم. خب اینو از بین بافت رد میکنم. الان بریم که این حاشیه اینجا رو ببافیم. خب همونطور که میبینید من این حاشیه خیلی قشنگ رو برای اینجا بافتم. الان این سمت رو بافتم، بریم که این سمت رو با هم ببافیم. ببینید اینجا ما وقتی که اتصال دادیم این شکلی این حلقه ها اینجاها درست شده. خب من اینو با شمردم، مال من 133 تاست. میام چیکار میکنیم؟ اینو میارم. خب ببینید باید اینجاها ببافیم. ببینید اینجا، اینجا. خب چیکار میکنم؟ شروع میکنم از این قسمت، نخمو میارم و ببینید از اینجا دونه اول من میشه این، میرم داخل، نخمو میارم تو، میرم توی اینو ول میکنم. یه ذره بلندتر بگیرم، برای دوختن نیاز دارم. خب اینو نخ کشیدم داخل، میرم داخل بعدی، نخمو میندازم روی قلاب، اینجا توی این بعدی یه دونه پای متوسط، توی بعدی یه دونه پای متوسط، بعدی یه پای متوسط. چند تا شد؟ 3 4 و 5. خب 5 تا پایه متوسط اینجا من بافتم. الان این یکی رو رد میکنم، میرم اینجا یه دونه بست میزنم، نخل و قلاب. این یکی رو رها میکنم، میرم بعدی، شروع میکنم 1 2 3 4 و 5 تا پایه متوسط میزنم به این صورت. این یکی رو رها میکنم، اینو نمیبافم، میرم داخل این یکی یه دونه بست میزنم، دوباره نخل و قلاب، اینو رها میکنم، میرم اینجا و به همین صورت میبافیم. 2 3 4 و اینم 5. به این صورت در میاد. ببینید روی این حلقه ها اینجا الان اینو نمی بافم، اینو نمی بافم، دونه بعدیش اینو نمی بافم، این میرم اینجا یه دونه بست میزنم، دوباره بعدیشو نمی بافم،
میرم اینجا 5 تا پایه متوسط میزنم. 1 2 3 4 و اینم 5. از هر سه با هم رد میشه به این صورت. تا این طرف میبافم. خب من تا انتها بافتم. اینجا رو ببینید، 1 2 3 تا از اینا مونده. ببخشید 2 تا. این یکی رو نمی بافم، میرم این دونه آخر یه دونه بست میزنم و نخمو قیچی میکنم. میکشم بیرون، به سوزنم وصلش میکنم. به سوزن که وصلش کردم میام اینجا این و اینجا یه ذره فاصله افتاده، اینو با همین نخی که دارم به این صورت وصلشون میکنم به هم. به این صورت میرم داخل و از بین بافتم از پشت ردش میکنم. خب این طرفم به همین صورت همین کار رو اینجا هم انجام میدم. خب بریم برای بند کیف. خب میخوایم برای کیف یه بند بافیم، یه همچین بند زیبایی که میتونیم برای اکثر کیفاتون ازش استفاده کنید. برای بافتن این بند ببینید من ابتدای نخ حدود 1 متر میام جلوتر، خب اینجا من نخمو میگیرم، یه دونه گره میزنم به این صورت. خب این نخی که آزاده، سر آزاد نخ منه، میره روی قلاب. این یکی نخو میارم و از زیرش میارم و یه دونه به این شکل. دوباره این سری که آزاده روی قلاب با اون یکی سر که وصل به گوله نخم از این دوتا رد میکنم به این صورت. اینو ادامه میدم. حدود 120 زنجیره میشه، تقریبا 65 سانت کافیه، چون کیف خیلی بزرگیه و اگه بند بزرگتر از این باشه زشت میشه، خیلی پایین تر از بدن قرار میگیره. خب 120 تا رو زدم، یه دونه زنجیره میزنم برای ارتفاع. شروع میکنم از اینجا به بافتن، میرم داخل اینجا نک زنجیره زدم، این یکی، یک، دو و 3 تا پایه تو همین دونه اول میزنم. شروع میکنم رو بعدی، اینجا نه، رو بعدیش، یعنی این یکی رو جا میذارم، میرم اینجا، 1 2 نخو قطع کنم. خب دوباره این یکی رو اینجا نمی بافم، میرم اینجا، دوباره 2 تا پایه میزنم، 1
همینجا 2. دوباره این یکی رو جا میذارم میرم اینجا و اینو تا انتها ادامه میدم. 1 2 تا برسم به انتهای زنجیرها. خب ببینید تا انتهای رجم بافتم. الان این یکی رو نمی بافم، میرم اینجا توی این دونه آخر 1 2 3 4 و 5 تا دونه پایه میزنم. خب الان اینجا رو نگاه کنید. اینجا که 5 پایه زدم. ببینید اینجا نگاه کنید، اینجا زیر این قسمت، اینجایی که 2 تا پایه زدم اینور میرم داخل، 2 تا پایه کوتاه میزنم. دیگه مشخصه. نگاه کنید. ببین اینجا که 2 تا پایه رو زدم، یعنی این بافته نمیشه. دوباره اینجا داخل این قسمت 1 2 دوباره اینجا میشه قسمت داخل این قسمت 2 تا پایه کوتاه زده بودم تا دوباره برسم به اون سمت. به این صورت. خب ببینید اینجا به انتهای رج رسیدم. اینجا رو تایمو بافتم. این که بافته نمیشه، میرم این داخل اینجا 1 2 تا پایه میزنم و به اینجا متصلش میکنم. نخمو میکشم بیرون و از بین میام اینجا. ببینید میکشمش داخل و اینجا برش میگردونم. از اینجا ردش میکنم. ببینید حالا باید بزنم سر سوزن، از بین بافت ردش کنم، یه بخار بزنم و بیام برای اتصالش به کیف. خب ببینید من اومدم بند این سمت رو وصل کردم، این یه دونه اینجا رو وصل کردم. اومدم چیکار کردم؟ ببینید اینجا من 17 تا از این فضاها داشتم که تقسیم بر 2 نمیشد، ولی 16 تقسیم بر 2 میشه 8. 8 تا این ور 8 تا این ور. اون یه دونه ای که وسط مون اومدم وسطش وسط کیف در نظر گرفتم. اومدم اینجا ببینید این قسمت یه دونه اومدم این ورتر، این بالا اینو وصل کردم، این بالا این وصل کردم. حالا میتونین با مترم اندازه گیری کنید، ولی وسط رو پیدا کنید. هر چند سانت خواستین از این ور برین اینو وصل کنید، به همون اندازه این ورم باید برین این سمت. این ورم وصل کردم این یه دونه رو اینجوریه که ببینید روی بند و رو به بالا این پشت بنده گذاشتم، اینو وصل کردم. اینم به همین صورت. یه نخو میزنیم به سوزن رافیا، ببخشید یه نخو رافیا از داخل سوزن میاریم رد میکنیم نخ رافیا رو و اینو میذارم دقیقا اینجا و شروع میکنم به دوختن. اینم دیگه دوختنه، فکر نمی کنم باهاش مشکلی داشته باشین. شروع میکنم دور تا دور اینجوری، اینجا رو میام میدوزم دور تا دور، این قسمت لبرم فیکس میکنم میدوزم و تمام. خب من اینو میبرم میدوزم چون خیلی زمان فیلمو دیگه طولانی میکنه. میدونین که با این اینترنتی هم که ما داریم حجم فیلم ها خیلی زیاد میشه و آپلود کردنش واقعا سخته.
تا الانم هر چی نکته داشته این کیف من بهتون گفتم و اینکه اینو بهتون که یاد دادم برای همه کیفایی که این قسمتش مربعی یا مستطیلیه میتونید این کار رو انجام بدید. به این صورت خوش فرم و خیلی زیبا میشه. و اینجا هم که اینجا که دقیقاً وسط رو پیدا کردیم، اینجا میتونید مگنت دوختنی بزنید. حالا هر مگنتی که دوست داشتید، مگنت فلزی، یا میتونید داخل پیج اینستاگرام که تو همین کانال یوتیوب نگاه کنید که این پیج اینستاگرام هست، اینجا براتون اسم پیج اینستاگرام رو می‌نویسم. من طریقه وصل کردن مگنت رو توی پیجم آموزش دادم، داخل پستا بگردین پیداش میکنید. و اینم از این. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. این کیف خیلی کیف زیباییه و خیلی ممنون که همراه من بودین. اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، چون قراره کلی آموزش جذاب اینجا گذاشته بشه. میتونید آموزش قبلی رو هم نگاه کنید. توی قسمت پلیلیست چند مدل کیف آموزش دادم، کلاه آموزش دادم، کفیا رو آموزش دادم. تو قسمت پلیلیست میتونید همه رو ببینید. خیلی ممنون که همراه من بودید. خدا نگهدارتون.